سلام دوست من، به کانال پرشین تک هاب خوش آمدید. تو این کانال من سعی میکنم که آموزش‌های کامپیوتری، ترفندهای کامپیوتری و هر چیز دیگه که به کامپیوتر مربوط باشه رو در کمترین زمان ممکن ساده ترین شکل بهت آموزش بدم. اگر از این دست محتوا خوشت میاد، خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنی، لایک و کامنت هم برای ما بذاری و بهمون بگی که چه چیزایی رو دوست دارین بهتون آموزش بدم. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری پسورد مودمتون که گم کردین پیدا بکنین. فرض بر اینه که شما میخواین با مودمتون متصل بشین، یا مثلا میخواین مودمتون رو، حالا دور از جون همه، میخواین به مهمونتون پسورد رو بدین، ولی پسورد رو یادتون رفته. تو این جور موقعیت ها چیکار میکنین؟ آدم طبیعتا استرس میگیره اگر راهش یاد نداشته باشه. حالا میخوام بهتون دو تا روش یاد بدم که باهاش بتونین پسورد مودمتون رو بازیابی کنین. بریم تو سیستم. خب دوستان، اول از همه بعد دکمه ویندوز و آ رو نگه دارین. توی صفحه ران که براتون بالا میاد بعد CMD رو تایپ بکنین. اگر نبود که تایپ کنین، اگر هم بود فقط اینتر رو بزنین. توی صفحه ترمینال که براتون باز میشه، اینجا باید کپس لاک رو روشن بکنید، بزنید ncpa.cpl. این صفحه که براتون باز میشه، روی وای فای 2 راست کلیک کنید، استاتوس، گزینه وایرلس پراپرتیز، این رو باید بزنید، تب سکیوریتی. این نتورک سکیوریتی کی که میبینید همون پسورد شما، شو کرکترز رو که بزنید پسورد رو نشونتون میده. روش دوم از سوی همین ترمیناله، حالا دستورش هم براتون میزنم، netsh space wlan show space profiles. خب توی لیستی که براتون میاره، لیست مودمایی که شما تا به حال با این سیستم بهشون متصل شدین رو بهتون نمایش میده. حالا چجوری پسورد هر کدوم رو میتونیم پیدا بکنیم الان خدمتتون عرض میکنم. ما مثلا میخوایم این مودم ایرانسل رو پسوردش رو ازش بگیریم. روی اسم مودم سلکت میکنین، کپیش میکنین، با این دکمه بالا پایین دستور قبلی رو بیارین، اسم مودم رو با یه اسپیس فاصله پیست بکنین، دوباره اسپیس میزنین، کی مساوی کلیر، اینتر رو میزنین. توی این لیستی که براتون میاره شما باید دنبال یه گزینه به اسم کی کانتنت باشین. این همون مقدارش میشه پسورد مودم. خیلی خب، اینم از آموزش امروز. امیدوارم که براتون مفید باشه، بتونین ازش استفاده بکنید و در مواقع ضروری به کارتون بیاد. حرف دیگه باقی نمیمونه، فقط حرف آخر این که اگر دوست داشتین لطفا لایک کنین، کامنت یادتون نره و سابسکرایب هم اگر بکنین ممنون میشم. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.